اختر نژدې دی زه غواړم اختری بازارونه څنګه دي د وچې میوې؟ والا شکر ښه دی، بد نه دی، گزاره کوي لکه چې مخکې وو هغسې نه دی. ارزان دیگه پیدا نمیشه. هیچ ارزان نیست، تمام چیز قیمت است. چهارمغز، بادام، پسته، کل چیز قیمت است. میوه ها هست و کلچه فروشی و همه چیز زیاد است و تمامش هم میخواهیم که امروز بر شما به تصویر بکشیم. ما اصل مجاهد هستیم. تکانه جدید تصرف ما بود. تو چی هم خدمت من نشان بده چی خدمت کرد. سلام د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله در روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه مرسل شیرزاد یم د کابل ښار ته راغلی یم چې د وچې میوې تاسو چې معلوم دی اختر نږدې دی او روژه هم په خلاصېدو ده. زه غواړم د وچې میوې تاسو ته معرفي کړم او وګورو که اختر بازار د وچې میوې گرم دی که نه. دوستان عزیز ما را همراهی بکنین. میبینیم که بازار میوه خشک عید نزدیک است. چه قسم است؟ پس شما ما را دنبال بکنید. سلامونه. وعلیکم سلام. جوړه په خیر؟ طبیعت ښه ده، خیریتي ده، شکر خیر اوسه. لږ نږدې شه ما سره. بازارونه څنګه دي د وچې میوې؟ والا شکر ښه دی، بد نه دی، گزاره کوي لکه چې مخکې وو هغسې نه دی. بیا هم ښه دی، گزارال دی، گزاره کوي. گزاره ای از دیگه فقط گزاره شوه؟ بله بله دغسې دی. کدام میوه امسال بیشتر به فروش است و به عید آمادگی گرفته شده؟ عید خو کل میوه رو مردم میخره، ټوله میوه خلک اخلي، خو دا کاجو دا اغلی قیمت دی، پسته نور شان ښه دی، هر څوک خلک اخلي، تا جایی که قیمت دی. تا جایی که ما امروز به بازار هستم و میبینم میوه خشک خیلی قیمت شده. از شما چطور قیمت است؟ ارزان است یا که شما تخفیف دارین به مردم ندارین چون شرایط خراب است و مردم زیادتر بیکار؟ دیمو خو هم ډیر بدیږي، مثلا دا خلک ته خلک بیکار دي، مثلا پیسې کم ده، پیسې نشته، خو زیاتر د دوه شیانو قیمت دي چې لکه پسته لکه کاجو، نور شیان دومره زیات قیمت نه دي. نو مخکې نه مثلا ارزانه دي، دا دوه شی ګران دي چې نسته لږ کم دی، له خارج نه راځي لکه پسته و کاجو، نور شیان بالکل ښه دي، نرخ مناسب دی. خوب است امی که نرخش مناسب باشه هموطنان ما خریداری بتونن و عید خوب خوش هم داشته باشن. خوب است نیم؟ ډیر ښه. بازار امسالتان تا بازارهای پارسال و سالهای دیگر چگونه است؟ نیم په نیم سره فرق لري له مخکې نه. مثلا مخکې خو موږ تر 12 بجې تر 1 بجې د شپې وو، اوس مثلا تر 2 بجې پورې نور بندي ګزو. دیگه دیب امسال وقت قایم میشه دکانه و میره. بله بله. مثلا خلک مخکې ډیر راته 12 بجې هم راته 1 بجې هم راته، موږ به آن شپه هم دلته تیرول، مثلا اوس خلک نه کم دي. انشالله که شرایط ما خوبتر شود و مردم ما بتونن خریداری بکنن و تا وقتای شب بیاین و به خریداری. ډیر ښه خیر اوسه. خدای دې وکړي امنیت خو ډیر ښه امنیت د خلک مثلا نه ویریږي نه ډاریږي نه ډار څه، خو لیک خلک دې بې پیسو دي، نور کوم خبر نشته. همین مشکل پیسه است که پیسه نیست. پیسه نیست. بله. اختر نژدې دی زه غواړم اختری سبا یا بل سبا اختر دی بر ما چی ایدی میده؟ برای شما اینجا آمدین هر چیز که شما بخواین ما بر شما ایدی میتیم. خود میگم کدام چیز دل شما میشن نمیگم براتون، هر چی میگیریم براتون. از دل میگن یا ما تو سرسرکی؟ همشیره ما راستی از دل ورت میگم، هر چی که میگین براتون میگم. سلامت باشین. تشکر. سلامت از اینکه وقتتون بر ما دادید. خیر بین. تشکر از شما. خیر بین. جور باشین.
سلام، خوب هستین؟ صحتمند؟ سلام، شما خوب هستین؟ بخیر صحتمند؟ تشکر، سلامت، زنده باشین. نام زیبایتان؟ اسم ما پرویز است. پرویز جان، چی کار میکنی خودت؟ میوه خشک سودا میکنم. میوه خشک سودا میکنی. پس چی خوب است که میوه خشک بر ما به معرفی بگیری. چطور؟ میوه خشک دیگه اینمی چیزا هست به حساب میوه ایت که میگن مردم. چهارمغز است، بادام است، پسته است، نخود، کشمش، کاجو، سیمیان، نخود شور، این بعضی چیزای دیگه. پس خوب است که ما بفهمیم کدام چهارمغز که است، از کدام ولایت ماست، از کجا هست، شما از کجا میارین و پسته همونطور رنگارنگ است. نام خودم میوه خشک خیلی زیاد است و میخوایم امروز تمامش بر شما گزارش بگیریم و یا هم جور بکنیم. البته درباره قیمت‌هایش هم چنان پرسان بکنیم چون عید نزدیک است و هموطنان عزیز ما میخواهند که خریداری بکنن و یا هم بر عید خود آمادگی بگیرن. ببینیم که کدام میوه ها امسال ارزان است و کدامش قیمت. میوه ها همش قیمت است، هیچ چیز ارزان نیست امسال. یعنی هیچ ارزان دیگه پیدا نمیشه. هیچ ارزان نیست، تمام چیز قیمت است. چهارمغز، بادام، پسته، کل چیز قیمت است. کلش قیمت است. شما ارزان نمیکنید. والا ما دیگه هم چیزی که بخریم یک 50 60 روپیه که فایده بگیریم اکثر از دیگه ما خود زیاد نمیفروشیم. خب در این شرایطی که فعلا هست زیادتر مردم بیکار است و عیدا مینا شکر که عید رسید و یک خوشی هست بر مردم ما. شما چقدر تخفیف مد نظر میگیریم براش؟ والا ما دیگه هم یک نفر دیده 10 روپیه 20 روپیه ازش فایده میگیریم، زیاد فایده نمیگیریم. از مثال کسای غریب باشه پیسه دار خب بیازو که پای کنه دغمش نیست میگه طول کو. بله. غریبه که ببینیم شاید دانه سربای هم برش میتیم ازش فایده نمیگیریم. چطور از بازارتون در روزا؟ خوب است فضل خدا، بازار خوب است چون همه چیز قیمت است دیگه. والا خود ما میشرمیم که قیمت بای کنیم. مثلا این پسته برای خود ما بسیار قیمت تمام میشه. این یک نفر 1000 بگویم کی میخره؟ نمیخره، مجبورم سر نرخ براش بتیم یا 10 20 روپیه فایده بگیریم. بسیار قیمتی است، همه چیز ارزانی نیست. بازار امسال خوب است یا سالهای دیگه؟ سالهای دیگه خوب بوده دیگه نسبت به امسال. پارسال، پیرار سال 2-3 سال پیش خوب بوده. امسال هم خوب است، ناشکری نشه دیگه. امسال کم ازش نبود، همه چیز قیمت کس نمیتونه خرید. بله، درباره از چهارمغز برای ما میشه بگویید؟ حال رمضان است یعنی کمچه میخوردم که چه قسم است؟ این چهارمغز از کجا است؟ این چهارمغز وطنی خود ما و شماست، چهارمغز قربند است دیگه. این چهارمغز وطن خود ما و شماست. بیشتر همین چهارمغز رو خریداری میکنید یا کدام چهارمغز دیگه هم دارین که خریداری شود؟ بیشتر همین چهارمغز خریداری میشه. وطنی چینایی است، مردم قدر رو خوش نمیکنن، همین وطنی را خوش میکنن. وطنی زیادتر میپسندن و همچنان پسته. پسته ایران است، با پستهش خوبش است، از ایران است. پسته وطن ما و شما از میده دانه است، او را کس قنا میخره. همین ایرانی را مردم زیاد میخرن. بیشترین فروش ایرانی داره؟ بله، بیشترین فروش ایرانی است. خب دیگه اینا رو بدل خودت هر کدام شک معرفی میکنی به ما معرفی کن، بگو چی است، از کجا هست، از کجا میارین و چقدر قیمتاش است. خب از وطن خود ما و شما دیگه نخود است، کشمش است، چهارمغز است، بعضی چیزای دیگه است. و از کشورهای خارج که هست مثال پسته است، کاجو می باشه، بعضی چیزای دیگه است. زیافترش از وطن خود ما و شماست. مثال تو چهارمغز، کشمش، نخود دیگه، بعضی چیزای دیگه است، چپنمک است. این چیزا از وطن خود ما و شماست. بسیار خوب. او چیزی که در اوج هست رو به ما معرفی بکن چی است و چقدر قیمتش است؟ او چپنمک است، نامش او کیلوش است 500. نام خدا، چپنمک اینقدر قیمت باشه دیگه شخیش پرسان نکنم بهتر است. و چهارمغز کیلو چند؟ چهارمغز کیلوش است 700. واقعا چهارمغزش هم خیلی اما تو خوشمزه معلوم میشه و پسته همچنان. سعی کنین دوستای عزیز از نزدیک ببینین که واقعا خیلی خوشمزه معلوم میشن و اما تو کلان زیادتر پسته کس خورد میباشن. بله، او پستای میده دانه کس وطنی میباشه. این پستا ایرانی است، کلان دانه میباشه. خیلی خوب است. دیگه کدام؟ بادام بادام وطنی ما و شماست. بادام قربند است، شهرستانی از تندوز اینجا زیافتر جایا می باشه. بادام وطنی ما و شماست. بر ما همچنان بگین کاجور است. کاجو کس هندی می باشه. بادام هندی یاد میکنن و اینجا به نام کاجو میگنش. بله. کیلو چنده؟ کیلو از او 1000 روپیه است. کیلو 1000. زیاد قیمت نگفتی؟ والا قیمت نگفتیم. خب قیمت امسال بسیار قیمت است همه چیز. او را که به خود بسنجیم چیز 930 40 50 تمام میشه. مجبور ما 1000 سودا کنیم.
خو 1000 نمیخره، ما بای میکنیم زور بزنیم از همون 950 بالا نمیخره کس. آخر هم 50 روپیه بریشان کم میکنیم. آه دیگه خصوصیات گنجایش نداره، چون برای خود ما بسیار قیمت تمام میشه اونا. و از سیمیانایتان همچنان اینجا که در پالی خودتان است تمام شدن بگیرید، بر ما به معرفی بگیرید که وطنی ساخت وطن ما و شماست. مسالهش که است مساله هندی است. سیمیان بی‌نظیر است، سیمیان طاهر است، این سیمیان ها خوبش است. سیمیان بی‌نظیر که است باز بسیار خوبش است، از همه سیمیان ها کده. تا به حال فروش هم داشتین یا نه؟ بله خوب است، نام خدا فروشاتش خوبش است. یکیش هم دیگه چی میگن دوستای عزیز باید 1 کیلو چهارمغز دلشان هر میوه را که میگن بر ما باید اما تو بتن. صحیح موافق هستی؟ موافق هستی؟ میتی یا نه؟ حالا ما بگم موافق هستم در امری کامرا بگم و پسا بگم نه. مشکل نیست، موافق هستیم، هر چی که شما خواسته باشین میتیم. همون حیث تحفه میگم نمیخرم. هم تحفه براتون میتیم. تشکر، سلامت، زنده باشین، نزدیک وقتتان بر ما. زنده باشین، تشکر از شما. سلامت باشین. دوستای عزیز، این بود میوه خوش که بر شما معرفی کردم. خدا کنه مورد پسندتانم قرار گرفته باشه و همچنان مرا دنبال بکنین. اینجا نام خدا زیاد هست، میوه ها هست و کلچه فروشی و همه چیز زیاد است و تمامش هم میخواهیم که امروز بر شما به تصویر بکشیم. شما من را میتین؟ میبخشین. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند؟ درستین بخیر. تا بالا شما قبول باشین. زنده و شما همچنین. سلامت باشین. پیش از پیش البته عید برتان تبریکیام میگم چون عید نزدیک است و بازارهای شما همچنان گرم. همچنین به شما هم تبریک میگم. چطور از بازار کلچه و کیک و چیزا؟ خوب است تا خوب است. و فروشات هستین یا نیست؟ خواه اینا مشتری بودم، من در فکر ازی بودم که دکاندار هستن. سعی کنین شما چون نگفتین که دکاندار نیست؟ ما مصاحبه میکنیم. من خودم چی هستم در رادیو کار میکنم. خواه بسیار خوب. این خوب است اول از مشتری رو میگیریم بعد از دکاندار. چطور موافق هستین؟ نه تمام دوستا باید موافق باشن با ما. چطور است سال از این پرسان کنم خریداری شما چطور بود؟ خوب بود تا خوب رفته. آمادگی گرفتین برید؟ خوب صحیح. چی تا با حال خریدین؟ میوه خوش گرفتیم. ما حالا آمدم نوبت کلچه رسید. چطور با قیمت ها امسال؟ قیمت ها ارزان است یا بالا شده؟ زیاد قیمت شده. زیاد قیمت شده؟ از پاس این سال زیاد شده. قیمت شده. خیلی خوب. دیگه قیمت ها را یار جانشان چی بگویم که حالا خودشان هم اینجا استاد هستن که نگوین که چطور قیمت ها را اگه برای پسند کردی. سلامت باشین. تشکر. جور باشین، زنده باشین. همچنان. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین؟ صحتمند؟ شکر الحمدلله. تشکر. سلامت باشین. تا عبادت شما قبول باشه. شما هم همچنان. و همچنان عید پیش از پیش تبریک. شما هم همچنان. زنده باشین. چطور از بازار کلچه و کیک؟ خوب است، مثل هر سال نیست. کم است. نسبتا کم است. کم است؟ شما دیگه راضی هستین یا نیستین؟ ما راضی هستیم. رضای پروردگار است. کدام کلچه را کدام نوع کلچه هست که شما زیادتر به فروش میرسید؟ از ما زیاد است کلچه، زیاد از زیادتر پاکستانی قوطی‌ها را میبرند مردم. خیلی شما این طرف همراه ما بیاین و به ما بگوین که کدام کلچه است. این پاکستانی است. این یارو زیادتر. این کلچه پاکستانی است؟ بله. دوستای از نزدیک ببینید. ایدی نامزددارا میبرنش. دیگه زیادتر یارا میبرن. خواهی کلچه است دیگه که ایدی میبرن. اون دیگه قسم پاکستانی های مردورا سوانواست. خیلی خوب است. و یا هم کلچه بیسکیتی زیادتر من فکر میکنم که کلچه بیسکیتی خریداری میکنن. زیادتر بیسکیتی خریداری میکنن. بسیار خوب است. دوستای عزیز هم کلچه است که تمام شب با شما به تصویر کشیدیم. خدا کنه خوشتان بیاد و بر عیدتان هم آمادگی شب بگیرید. تشکر. سلامت باشید. زنده باشین. افطاری خوش. همچنان دوستام تا آهسته پیش میریم میبینیم که دیگه چی است اونا رو همچنان به معرفی میگیریم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند؟ بخیر باشه. عیدتان تبریک باشه پیش از پیش. همچنان شما این یک نفر ماهشون مرا پیش از پیش تبریک گفتم شما. تبریک باشه. شواهد از دیگه سیمیان آقا میبینه که شواهد محکبی بره سیمیان شواهد یادتان میاد. اینا رو شما به ما سیمیانا رو بگین کدام سیمیانا بیشتر امسال به فروش میره؟ همین سیمیانا یارد نخود که نمیاد بهترین سیمیان است یا 4 مساله هندی داره بهترین سیمیان است. دیگه این نمیاد دیگه این چپسکایش است بهترین سیمیانای ماست که مشتری‌ها زیادتر میبرند. مشتری‌ها دیگه زیاد از یا استفاده میکنن نه؟ اینی کدام سیمیان است؟ این چپسکای است. چپسکای اصل یا پاکستانی میباشه. خب فعلا
خوشبختانه که در افغانستان هم ماشینای از این آمده دیگه. با این تولید افغانستان گلسترخ است. یک کمپانی بسیار پیشرفته است ای چپسکا دیگه این تولید افغانستان است. دمیجه دیگه ما چی میشه استاندارد جور میشم 4 مساله هندی مفتدی. یک چیزی از کار مشتری که میبره شوایی دیگه دعا میکنه. چیز خوب. بسیار خوب. خیلی برام یک پاکت چفتین که ما دعا کنیم. اینمی در خدمتتان است دیگه. اینمی رو به شما تحفه میدم. سلامت، تشکر. و همچنین از قیمتایش بگوین که قیمتا چقدر است. مختلف است دیگه. یا پاکت 100 روپیه میاد دیگه. این سیمیانا 150 روپیه میاد. سیمیانا 4 مساله هندی است. دیگه بهترین سیمیانا اینمی است فعلا در کابل. دیگه ما اقسامش داریم چپسکا، سیمیان است دیگه. شواهد که میشه مشتری‌ها زیادتر میبرن. تشکر، سلامت، زنده باشید. تشکر از شما، زنده باشید. عید خوش براتون پیش از پیش. بر شما. سلام علیکم کاکا جان. سلام علیکم بیبی. خوب هستین؟ صحت جود. تشکر، سلامت باشین. تا عبادت شما قبول باشه. چیزی که رضای خالق بی‌نیاز است. پیش از پیش عید همشون براتون تبریک میگم. بگین چی گفتنی دارین بر مردمتان؟ چی گفتنی داره؟ چی گفتنی داریم امروز به کامرا که پیش شما هست، ما هستیم، چی میگن به مردم؟ بر دولت، بر همگی. بر دولت هم میگم، بر کل مردم هم میگم. خدای جانان بده که ازانی را پیشتر بیاره. اسلامی و مسلمانی را پیشتر بیاره. ها؟ کسایی که دستفروش هستن دیگه هستن بده تو دولت سیکامدی جای بد از هم نخود جور کن. یکی چون بده که شما میگن دیگه چون سال تیاق میگن بده که گوشه که برو تو چی کار هستی؟ مطالب خدای بر دین مصطفی همین رقم چرا گفته خدمت کن. مرانی ثابت است، چیز ثابت داریم پیش خدای جانان. مطالب خدای مرد بر دین مصطفی چی خدمت کردی، خدمت تا من نشان بده. بله کاکا جان خداشیزایی که پیش ما از چی هستی یا چرا خبره؟ ما پلیس از تقاضا شده بسم بیبی. خیلی خوب. بگین سه خانقاه دارم شکر. سه خانقاه دارم. یک خانقاه در رشته مالیات پیش مکتب غلام حیدر خان، یک خانقاه بدری که در مجلس سالار کائنات است. دیگه خانقاه موی مبارک سکتاشی جادی میوان است. بله. خود ما پلیس از تقاضا شده بسم. خیلی خوب، تشکر، سلامت باشه. زنده باشه بیبی. همیالا بگو که از در یک بدی دولت است دیگه سی بدی در کابل افغانستان آمدی باید خانقاه ها رو شلان کنی. مجلس ها رو شلان کنی. قرآن عظیم شان رای کنی بدی گوسفندا رای کنی. ختمه قرآن کنی بدی تلویزیون اشاره بیتی که بدی تلویزیون با خبر باشه بدی که تا که سای داری بدی نازخوانی و ذکر خواندن بدی القاب ذکر یا کلام باشه. مطالب خدای بدین مصطفی تو چی خدمت کرد من نشان بده چی خدمت کرد. بعدم متساویه. ما اصل مجاهد هستیم. تکانه جدید تصرف ما بود. خداموش که بدی که استنگی صدای ما بود. صدای گوشی بیاریم براتون کوکن جان. ما گفتم چیزی کار نداریم. نه اتاق خالی برای ما بده. دو تا نفته ها برای روزی ما. اتاق بدی بویا نباشه. خداموش که بدی که صدای وان چیر شپاله که شنیدیم گفتم بکنش تنگ نمیره. پس بدم موزه. تا تفلاش هم بدی که پیش ما گیام نکه. پدر جان چرا؟ آقا جان ما مال کدام بدیم در خانه خود داده کنم. ما برای جهات آمدیم، ما برای چیر شپال نامدیم. که ما وان بزنم؟ نه. ما چیز نساوی زنم که پیش خدا پیش کنم. یعنی جای مثل خانه خاک من. ما چی جواب بده؟ تشکر کاکا جان، سلامت باشین. عیدتان پیش از پیش تبریک باشه. ان شاء الله گپایتان همگی شنیده باشه. زنده باشه بیبی. سلامت زنده باشین. وقتتان خوش. زنده باشه بیبی. خب دوستای عزیز از کاکا جان که تمام حرفاش شنیدیم و حالی هم میوه خشک و سیمیان، چارمغز، کاجور و بادام و پسته و همه چیز بر شما به معرفی گرفتیم. شب عید است، عید خوش داشته باشین. پیش از پیش البته براتون میگم و همچنان میبینید به تصاویر شما.
مننه ګرانه لیدونکو تا آخر سره مونږ وی سلامت باشین دوستای عزیز. این بود برنامه امروزی ما که تقدیمتان کردیم. خدا کنه خوشتان آمده باشه، مورد پسندتان هم قرار گرفته باشه و همچنان از یادم نره که پیش همچنان عیدتان را تبریک میگم. امید که عید خوب خوش داشته باشید و برنامه امروزی هم میوه خشک بود که آمادگی و عید است و زیادتر هموطنان ما آمادگی بر عید میگیرن و عید خوش هم برشان همچنان خواهان هستیم. تا برنامه بعد شما را به خداوند و پاک و بی‌نیاز میسپارم. الله دې مل شه. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.